عمر هم جنسگرا بود، لواط میداد. علی در کودکی مورد تجاوز پیامبر اسلام قرار گرفته بود. معذرت خواهی میکنم. خالد بن ولید در مورد مقعدش و بزرگ بودن مقعدش روایت در کتاب‌های صحیح الاسناد شما وجود داره. بعد به دیگران میگین هم جنسگرا. اگر این 4 تا یار شما، 4 تا یار پیامبر شما، اینها در مورد مقعدشان روایات در کتاب‌هایتان دارین، پس چی مشکل شما با هم جنسگرایی دارین؟ من که هم جنسگرا نیستم. کاملا خودتانم خوب میدونین این مسئله ده. اما عمر که خودش لواط میداده، در 3 تا کتاب من برایتان معرفی کردم که عمر لواط میداد. حالا بعد از اون لواط دادن های عمر دیگر نمیدونم با هم جنسگرایی چی مشکل دارین. کدام ملایتان آمد که بیام مسئله لواط عمر را که تو گفتی ما باز میکنیم کتاب ها را، میبینیم که آیا عمر لواط داده نداده. میدونن که چون عمر اقرار کرده که مردی اگر با من نکاح کند و ما با مردی نکاح کنیم یعنی عمل گایش را انجام بدیم، اشکالی برای من نداره. خودتان فرض کنین دیگه. و جالب چی است، در جامعه افغانستان چون مردان مسلمان ما سالها پشمی و معذرت مرا بپذیرین، برودهایشان در این تیک تاک میبینینشون دیگه، برنامه میگیرن، برودهایشان تا این قسمت لب پایینشان بالای لبهایشان کشال است، ریشهایشان این قسمت ریشهایشان گرگ زده. بعد اگر یک کسی خودش را تمیز کنه، پاک باشه، منظم باشه، به او بگن چی؟ زاغ سفید، کلاغ سفید، یعنی همجنسگرا. چرا؟ چون برودهای بالای لبهایت آویزان نیست، چون ریشت را منظم اصلاح میکنی، ریشت را نمیمونی تو این قسمت پایین موهای دراز و ژولیده و پر از شپش نیست، میگن چی؟ خب تو هم جنسگرا هستی. چرا؟ چون حتی اگر یک دختر به خودش رسیدگی کنه در جامعه مسلمان شما به او دختر میگین فاحشه، چه بسا که یک مرد به خودش رسیدگی کنه. میدونین مشکل شما امین هست که شما انسان پاک، انسان تمیز را دیده نمیتونین. چرا؟ چون در شهر زاغ‌های سیاه بزرگ شدید. در شهر زاغ‌های سیاه یک زاغی را که ببینید سفید است، سرتان را به دیوار میزنید و بیاین به اون زاغ میگین که تو فاحشه هستی. چرا؟ چون مثل ما سیاه نیستی، مثل ما شپشت نزده. میدونین این مشکل شما. متاسفانه شما جامعه بی سواد اسلامی افغانستان هست. باید مثل اونی که میگه مناظره آمده بود که میگه در باب خدا مناظره کنیم. اینی بروتایش تا اینجا کشال است، آویزان هست، نمیدونم چگونه نان را فرو میکنه در دهن خود، نان را با سبیل یک جا میخوره. برای من میگه فی چهره زنانه داره. حالا بیارین تصویر از رو در کنار ما بگذاریم.